سلام عزیزای دلم، خوش اومدید به کانال خودتون احسان انجی. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت 11 میخواستم یه عذرخواهی کنم بابت تأخیری که بین کلیپا میفته. خیلی کارهای دیگه دارم واسه انجام دادن و خب ببخشید دیگه. بریم بدون معطلی به قسمت 11 برسیم. خب دیگه کارا ماشین رو کلا انجام دادیم. بریم واسه بستن صندلی راننده که یه چیزی زیر پام باشه بتونم ببرم واسه برقکاری. دو سه تا ایراد ریز داره ماشین که بهتون بگم الان. یکی این که چراغا رو من روشن نکرده، این استاپ عقب روشنه، بعد ترمز میگیرم شکن عقب روشن میکنم هیچ اتفاقی نمیافته واسش. صندلیه رو اوکی میکنم میبندم روش که بتونم ببرم اینو برقکار رو اینو واسم انجام بده دیگه. خودم نمیخوام دست بزنم به برقش چون مطمئن نیستم. یکی همین که در ماشین رو باز میکنم چراغ سقف خود به خود روشن نمیشه و کلا دکمه چراغ رو روی باز کردن دربم که میزنم باز چراغ سقف روشن نمیشه. دوتا ایرادو بدم واسم رفت کنن، دوباره برگردیم و بریم واسه بستن رودریا و بقیه صندلیا و چیزای اینجوری که بعدش بریم واسه خرید رینگ و شروع کنیم به کاور و اسپورت کردن ماشین. میتونم صندلی رو همینجوری ببندم ولی خب دیگه کار کردیم و خیلی با وسواس وسایل ماشین رو بستم. یکم رنگ رفتگی و زنگ زدگی و اینا اینجا داره رو ریلش. اینا رو پاک کنیم، یه دست رنگ بزنیم، بذاریم خوش، بعد صندلی رو میبندم. حالا بعد دوباره برگشتم اینو باز میکنم که شستشوی صندلی و کارهای اینجوریشون رو انجام بدم. ولی الان بریم اینو باز کنیم ریلشو که دو تا پیچ اینجا داره. این اهرم رو به بالا که میدید ریل تکون میخوره. خب و ریلو که عقب بکشید یه دونه پیچ هم اینجا داره، پس دو تا پیچ عقب داشت اینجا و یه دونه هم اینجا که ریلو باید جابجا کنید که بتونید پیچا رو باز کنید. بریم که باز کنیم ریلو و رنگش بزنیم و ببندیم رو ماشین. خب بچه اگه دقت کنید این وضعیت کف پای است. خب این وریه خوبه، این وریه زنگ زدگی داره و اینا. یکم با سنگ جت اینو من رنگش رو میبرم که قشنگ زیرش ترتمیز شه واسه رنگ کردن. A few moments later. خب اگه دقت کنید سطحش صاف شده و دیگه اون زنگ زدگی و اون پفکی های رنگو نداره. بریم یه اسپری بزنیم به اینو بذاریم خوشه، بعد بریم ببندیمش. خب بچه ها رنگ ریل خوش شده و بریم که ببندیم سر جاش و صندلی رو ببندم که ماشین رو ببریم برقکاری واسه کارا برقیش. خب اول از همه دو تا پیچ اینجا داشتیم، یه دونه پیچ مهره این ورش داریم که اینجا بسته میشه. خب ریلا رو که عقب بیدیم یه دونه جا پیچ اینجا داریم و یه دونه هم اینجا داریم که دیگه تموم میشه. این پیچا رو ببندیم سفتشون میکنیم و ریل رو بستیم. خب پیچا رو سفت کردیم کلن و این ریل بسته شد. فقط یه قاب داریم که این بغل بسته میشه که حالا بهتون میگم. این از قاب بغل که به این شکل بسته میشه و تو پیچ داره اینجا، یه دونه اینه یه دونه اون زیر، حالا مشخص نیست. پیچاشو صفر میکنیم و این قاب سر جاش میسه و میریم ادامه کار. خب اینم از قاب بغل و بریم واسه بستن صندلی. خب رفقا قبل از جاگذاری صندلی این پایه پلاستیکی زیر ریل صندلی نصب میشه. خب هر طرف یه دونه از این نصب میشه و دوتا هم از این شکلیه. جاهایی که اینجوری خار داره از این پایه بلند استفاده میکنیم و جاهایی که این شکلیه از این پایه گرد استفاده میکنیم که دوتا این ور میخوره، یه دونه پایه اینجا و واسه صندلی شاگرد هم همین رواله. خب بچه ها صندلی رو سر جاش گذاشتم، پیچای عقبش رو میبندیم، یکی اینجا میبندم یکی هم این بغل. اینا رو صفر میکنیم، صندلی رو میکشیم عقب کلن و دوتا پیچ جلو رو هم میبندیم و برمیگردیم دوباره پیچای عقب رو صفر میکنیم. خب این پیچ هم بستیم، میمونه یه پیچ این بغل که خیلی دیگه بدجاست.
همین 4 تا پیش صندلی بسته میشه. خب رفقا ماشین رو آوردم برقکاری، قفل در با ریموت باز نمیشد، آوردم که اون اوکی کنه واسم نرم افزاریه و 2 تا سیم واسه آپشن داشبورد میخواستم بهش بگم بکشه واسم دیگه. انژکتورها رو هم گفتم شستشو بده و کارا برقش واسم انجام بده که بریم واسه ادامه کارم. 2000 years later. برق ماشین تموم شد. یکی این چراغ عقب بود، استوپ عقب بود که روشن میمون، الان اوکی شده. این فشنگی پدال ترمز درگیر بود، اونو واسم اوکی کرد که چراغ استوپ عقب درست شد. چراغ صندوق عقب رو اوکی کردم. انژکتورها رو شستشو دادیم، ماشین تنظیم کار میکنه دیگه. یه سری برقا رو گفتم بکشه واسم. یکیش اینه که واسه یه چراغ میخوام اینجا نصب کنم، یه دونه برق واسم کشیده مثبت. مانیتور رو نصب کردم، گیرنده دیجیتال نصب کردم واسه ماشین، این آنتنشه و این برق رو واسم آورده واسه صندلی راننده و شاگرد. میخوام گرم کنه صندلی بذارم که اونم کلیپش رو میگیرم واسهتون. سیمای آرسی و ریموت و اینا که واسه سیستم بودم کلا رد شد و دیگه داشبورد تموم شده کارش کلی. شیشه های عقب رو چیز کردم، برقی کردم بالا برشو و خب اینو عوض کردیم دیگه. اینجا هم یه دونه قفل شیشه گذاشتم. چراغ سقف اوکی کردم که درب ماشین که باز میشد چراغ روشن نمیشد، الان اوکی شده. و قفل دربها که با ریموت کار نمیکرد الان دیگه کار میکنه. و بریم که آموزش بستن روکش صندلی ها رو واسهتون بذارم و حالا ادامه کار. بریم که بهتون بگم چجوری روکش صندلی نصب کنید. خب بچه دقت کنید، واسه نصب روکش صندلی اول قسمت کفی صندلی رو باید روکش کنید و بعد بریم سراغ قسمت پشتی صندلی. چون وقتی میخوایم پشتی صندلی رو ببندیم، اگر اینو نبسته باشیم یه سری جاها بعضی روکش‌ها به هم گیر میکنن و خب روالش اینه که ما اول کفی رو بندازیم بعد پشتی رو بندازیم. اینجا 3 تا کش داریم جلو، 3 تا کش داریم پشت و یه بندی داریم که اینو که بکشیم مثل حالت کش شلوار عمل میکنه و اینو خف میکنه و از زیر روکش رو خف میکنه زیر صندلی که بلند نشه و بعد از اون کشا رو میبندیم به قسمت فلزی کف. حالا من اینو میندازم، صندلی رو برمیگردونم که شما بهتر درک کنید که قراره چی کار انجام بدید، که اگر صندلی روی ماشین بودم یه ذهنیتی داشته باشید که میخواید کجا رو چیکار کنید. خب قبل از هر کاری باید این قطعه‌هایی که وصلن به صندلی رو باز کنیم. یکیش کمربنده، یکیش هم این اهرمیه که واسه عقب جلو کردن پشتی کمریه. این اهرم من باز کردم از قبل و کمربندم باز میکنیم و میریم واسه ادامه کار. خب این قسمت رو از زیر رد میکنیم. الان دقیق سر جاشه. صندلی رو برگردونم که بهتون بگم پشتش رو چیکار باید کنید. خب صندلی رو برگردوندم که شما هم کفش رو ببینید. 3 تا کش داشتیم اینجا، 3 تا کش هم داریم پشت که اینا رو میبندیم به این فنرهای کف. خب هم از این ور هم از این ور خوب خف میکنیم، گره میزنیم و بعد از این که اینا رو بستیم این بندی که واسه بغل بود رو میکشیم، دوتا رو به هم میبندیم که این بغل روکش صندلیمون مثل کش جمع شه و خودشو اینجا نگه داره و روکش صندلی تکون نخوره. خب یکی از پشت وسط میبندیم، یکی هم از جلو میبندیم که دیگه این عقب جلو نشه و بعد میریم سراغ بقیه.
خب 6 تا کش رو بستیم، میریم سراغ این بندهای بغل و از یه جای رد کنید که صندلیتون که عقب جلو میشه و اینا به این بنده برخورد نکنه و پارش نکنه. هر کاری کنید این محکم نمیشه. خب شما گره رو میزنید، اضافه بند رو میکشید به سمت جلو و یه جای دیگه میبندید که این دیگه خفت بشه. خب همین جوری که میبینید سفت شده. کشارم بستیم، کف صندلی دیگه کاری نداریم فعلا، فقط آخر سر واسه قسمت پشت دوباره صندلی رو برمیگردونم بهتون میگم چیکار کنیم. بریم برگردونیم قسمت پشتی رو هم پروف کنیم و ادامه کار. خب کفی صندلی رو ببینید چه فید نشسته سر جاش، دیگه از این بیشتر راه نداره که بخواد صفر شه. خب این قسمت نمدی رو از این زیر رد میکنیم و از پشت میکشیم که اینجا رو خوب واسه همون بکشه. فقط یه نکته‌ای که داره این دوتا قسمت بالا که سوراخ بالشتک صندلیه رو الان نبرید، کل روکش صندلی رو که خفت کردید صفر کردید تموم شد بعد اینو ببرید، چون باعث میشه که روکش خوب سر جاش قرار نگیره و شاید اینجا چروکی چیزی واسهتون بمونه. پس اول کل صندلی رو ببندید، بعد این سوراخ‌ها رو بهتون میگم چیکار کنید. خب بریم دوباره صندلی رو برگردونیم که کش پشتی رو هم بهتون بگم چجوری ببندید و دیگه تموم. فقط سوراخ‌ها رو بزنیم و کار تموم. خب تا جایی که جا داره روکش رو بکشید که چروک نمونه. این نمدی بود که از زیر ما فرستادیم عقب، نمدی رو هم میکشیم. این نمدی رو ما باید با این خارایی که خود لوکس فروشا دارن واسه فروش ازش، وقتی روکش رو گرفتید خارش هم بگیرید ازش. با 2 تا خار نمدی رو نگه میدارید. بعد اینجا چسب نمدی داره، چسبرم میبندیم. اگر لازم بود از روی کارم قسمت پایینی که تو دید نباشه دوباره خار میزنیم. بریم فعلا با خار نمدی رو نگه داریم. خود خار دهنه بازی داره، میذاریمش و با یه انبردست فشار میدیم که گرد شه. خب یه دونه هم این برش میزنیم. خب حالا پشتی صندلی رو میکشیم و این چسبا رو میچسبونیم. و در آخر هم که این قسمت میمونه و یه کش داره که کش اینم میبندیم هر جایی که تونستیم و راحت بودیم و صندلی رو برمیگردونیم که سوراخ‌های بالای صندلی رو بزنیم. خب همین جوری که میبینید خیلی خوب بسته شده و این پفی که اینجا میبینید عادیه. شما از صندلی که استفاده کنید بعد از یه مدت این فرم خودش رو میگیره و دیگه اینجوری پفکی نیست. یه زبدر کوچیک با کاتر بزنید، خیلی کوچیک، و با فشار، چون چرمه حالت کشسانی داره، با فشار اینو بندازید زیر این قسمت پلاستیکی.
خب اینم از روکش قسمت جلویی صندلی. بریم که اول بالشتک‌ها رو روکش کنیم و بعد از اون بریم سراغ قسمت‌های صندلی عقب و بهتون بگم که اونا هم چجوری روکششون رو نصب کنیم. خب بریم واسه بستن روکش بالشتک صندلی جلو که چیز خاصی نیست. حالا من این یه دونه رو انجام میدم، دیگه بقیه رو نمیگیرم. خب اول پایه ها رو از سوی این دوتا سوراخی که داره رد می‌کنیم و بعد روکش رو سر جاش قرار میدیم. یه دونه از این چسبای نمدی داره که چسبش رو به هم وصل میکنیم و تمام. حالا یکم تمیزتر. اینم از اتمام صندلی جلو. بریم واسه صندلی های عقب. خب بریم واسه بستن روکش این پشتی صندلی عقب. صندلی عقب 206 دو تیکه است. یه تیکش اینه که کوچیکه است، یه تیکش از این بزرگتره که بهتون نشون میدم جلوتر. خب تا جایی که بهمون راه میده روکش رو میکشیم پایین، صندلی رو برمیگردونیم. پشتش کلا قسمت نمدی داره و از اون ورش هم از این چسبای نمدگیر داره دیگه. اینا رو با هم اوکی میکنیم و چسبش رو میچسبونیم و کلا هر ستا رو به شکل تمیز و کارمون تمومه. فقط اینجا ما یه دونه قفل داریم که صندلی رو قفل میکنه سر جای خودش بمونه. اینا رو باید در بیاریم. این بالا هم اهرام قفلشه و این دوتا سوراخ واسه بالشتکش. اینا رو هم در میاریم. برم من اینو ببندم و برگردم سوراخاشو با هم میزنیم. خب اینم تموم شد و میریم سراغ اون تیکه بعدی صندلی. این یکی یک کمی قلق داره به خاطر این قاب اینجاست. اگه میخواین کارتون تمیز باشه البته. یه بار کاور رو میکشیم روش، این قسمت رو علامت میزنیم رو کاور، یه دونه برش به این اندازه میزنیم، یه خط صاف و این دوتا پیچ داره. پیچاشو باز میکنیم، روکشو برمیداریم. پیچا رو باز میکنیم، از روی پهلو از سوی اون برشی که داده بودیم رد میکنیم، میره زیر. بعد اینو میذاریم و پیچا رو میبندیم که قشنگ بره زیر این قاب قرار بگیره و زشت نباشه. خب کاور رو پوشوندیم. این قسمت رو که بهتون گفته بودم علامتش رو میزنیم، یعنی در اصل برشش رو میدیم. حواستون باشه کمربند رو نبرید. در حد یه علامت زدن خطمون رو میزنیم، کاور رو برمیداریم، بعد برش میدیم کامل. خب برشمون رو کامل میکنیم. این قاب رو باز میکنیم، دوتا پیچ داره. قاب رو از سوی برش رد میکنیم با کمربند و دوباره کاور رو میپوشونیم و دیگه شروع میکنیم به بستنش کلا.
خب جای سوراخ پیچا رو پیدا میکنیم، قابو سر جاش میشونیم و پیچای قابو میبندیم دیگه. خب اینم از نتیجه ببینید چقدر خوب نشسته. یکم وقت بذارید کارتون تمیز باشه خودتون لذتشو میبرید. اینجا یه برش میزنیم، پایه رو رد میکنیم. خب اینم از این قسمت صندلی. فقط میمونه سوراخ‌های بالا که اونم گفتم دیگه چه جوری بزنید. و یه دونه دوباره اهرم داره مثل قبلیه که اون اهرمش هم در بیارید. خب بریم واسه نصب روکش این کفی‌های عقب و کلا دیگه تموم شه روکش کردن. خب کفی رو جا میندازیم، برمیگردونیم و به هر جایی که تونستیم این کشا رو میبندیم. در آخرم که این کش دور و کلی رو صفر میکنیم و تمومه. خب اینم از این. بریم سراغ قسمت آخرش دیگه. خب اینم از اینو. بریم که بهتون بگم چجوری صندلی ها رو ببندیم. خب رفقا بریم واسه نصب صندلی. فقط قبلش این پایه های پلاستیکی رو باید سر جای خودش بذارید، چون ریل صندلی رو اینا میشینه و پیچ میشه. این شکلشونه و جاگیریشون هم میشه که اینجا پایه بلند رو جایی میزنید که خودش مشخصه، یه دونه شاخص داره اینجا، یه دونه هم اینجا، و پایه های گرد هم اینجا میشونید. حالا اینجا نصب نشدهش هست، ببینید این شکلیه رو پایه بلند میذارید، اونی که گرده پایه کوچیک گرد رو میذارید و بعد ریل صندلی رو روی این میذارید و شروع میکنیم به پیچ کردن.
خب صندلی رو سر جاش قرار میدیم و تا آخر به سمت جلو میکشونیم. خب صندلی رو گذاشتیم، یه دونه پیچ این جلو میخوره، ریلا رو دادم جلو، یه دونه پیچ هم این زیر میخوره جلو. بریم این دوتا پیچ رو سوار کنیم، بعد صندلی رو میکشیم جلو و پیچای پشت رو میبندیم. خب پیچو تا یه حد کمی صفر کنید چون ریلا جابجایی داره. بریم کل پیچا رو که جا انداختیم برمیگردیم، همه رو با هم صفر میکنیم. یه دونه پیچ اینجا میگیره که توی دوربین نمیتونم بندازم. حالا پیچو میبندم بهتون میگم چی میشه. خب اونم چند رزبه صفر میکنیم، بریم دوتا پیچ عقب ببندیم. خب صندلی رو تا آخر میدیم جلو و یه دونه پیچ اینجا میخوره عقب، یه دونه پیچ هم اینجا میخوره و کار تمامه. تا جایی که جا داره صفر کنید صندلی، چون باید پیچش واقعا صفر باشه. خب بریم این پایه های لاستیکی رو جا بندازیم و صندلی بعدی رو هم ببندیم. گفتم خودش یه پین شاخص داره اینجا. خب صندلی شاگرد رو هم جا انداختم، اونم مثل همون قبلی هست دیگه. یه پیچ اینجا جلو، یه پیچ اونجا جلو، دو تا پیچ هم عقب داره که اینا رو میبندیم و صندلی جلو نصب میشه و میریم سراغ صندلی های عقب رو که بهتون میگم چیکار کنیم. خب بریم واسه نصب صندلی عقب. اول این پشتی بزرگه رو میذاریم، دو تا پایه زیرش داره، یکی از پایه هاش اینجا پشت رو به عقب میره و اینجا پیچ میشه، یکی از پایه هاش هم این وسطه که اون رو به جلو میره و دو تا پیچ اینجا میخوره که فکر کنم با پایه پشتی بعدی هم مشترکه. حالا من یه پیچو میبندم فعلا، اونو میارم نصب میکنم، پایه مشترک ها رو پیچ میکنم و میریم واسه ادامه. خب بریم یه دونه پیچ این پایه رو ببندیم. خب بریم تیکه دوم صندلی رو هم نصب کنیم. اینم دو تا پایه داره، یه دونش این بغل نصب میشه و یه دونش هم که گفتم مشترک با اون وسطیه. خب یه دونه پیچ این هم میبندیم. خب میرسیم به این دوتا پیچی که واسه پای مشترک هست، اینا رو هم ببندیم دیگه تمومه. فقط قفل صندلی رو میزنیم و بهتون میگم قفلش رو چجور بزنیم.
خب هر صندلی اینجا یه قفل داره که اهرامش رو که بالا میکشید، این اهرامی که اینجاست اینو بالا میاره و میتونید قفل رو باز کنید که پشتی صندلیتون رو بخوابونید و نیازی نیست به اهرام دست بزنید. اینو فقط به سمت عقب بکشید قفل میشه خودش. خب صندلی ها رو بستیم، 3 تا کمربند داریم، 2 تاش رو هم نصب میشه به این شکل و اینجا پیچ میشه، یه دونش هم اونجا پیچ میشه. اینا رو هم ببندیم و بریم واسه کفی صندلی. خب این یکی هم یه دونه کمربنده و این قسمت بالایی کمربند وسطه. اینا رو هم رو هم میذاریم و اینجا میبندیم. خب واسه نصب کفی های صندلی هم که دیگه کاری نداره، 2 تا قلاب داره، تو این سوراخ ها میندازیم و به این شکل صندلی رو اینجور کفش رو میذاریم، کمربند رو رد میکنیم، به سمت عقب میدیم و به صورت فشاری خودش یه خارمانندی زیرش داره جا میره. خب رفقا صندلی ها رو نصب کردیم تموم. اینم از نتیجه کار. یه کارهای ماشین داره تموم میشه، فقط میمونه بحث برقکاری و سیستمش و تستای نهایی که بهتون بگم و بعدش بریم واسه کاور و رینگ لاستیک. بریم یه دوری باهاش بزنیم ببینیم چه ایرادایی پیدا میکنیم، چون میخوام ببرم پیش برقکار واسم یه سری کارها رو انجام بده. رودری‌ها رو هم نبستم به همین دلیل که سیستم و برقکاریم تموم شه و بریم سراغ بستن رودری‌ها. خب رفقا اومدیم بیرون تو ماشین. از لحاظ سرصدایی خیلی ماشین کیپ شده، یعنی هیچ سرصدایی تو این سرعتگیرها که میزنم نداره ماشین کلا. تازه فکر کن رودری‌ها رو هم نبستم هنوز، یه صدا بادی میاد که از رودری‌ها میاد و خب دلم تنگ شده بود واسه روندن این ماشین و من دیگه سکوت میکنم. فقط لایک سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم، کارها رو حمایت کنید، به ما خیلی انگیزه میده که بتونیم پرقدرت پیش بریم یه گاز حسابی به ماشین بدیم و صدا موتور رو بشنوید عشق کنیم. بریم یه تست بگیریم سرعت، فقط دور موتور رو ببینید چجور بالا میره، بعد بهتون میگم توی قسمت های بعدی که چیکارا کردم واسه تقویت خودرو.